سلام به همه دوستان گلم. عرض کنم که حسن فرفره بعد از عیش نیمه تمومش تو نیویورک و دریافت نعلین طلایی از سیدعلی یه نمایش کمدی استندآپ برگزار کرد تا مواضع اعتدال مال دولتش رو شفاف سازی کنه. بعد صحبت این بود که مثلا یک ملاقات کوتاه چند دقیقه‌ای بین من و رئیس جمهور آمریکا در راهروهای مثلا مجمع عمومی یا در یکی از جلساتی که ما شرکت داریم، که این هم خیلی من موافق نبودم با این کار و به هر حال عملی نشد در مجموع. بعد از روز سه‌شنبه یک جوی در رسانه‌های آمریکا شروع شد و اون این که ایران در این سفر آمریکا رو تحقیر کرده. آره ارواح عمه جانه، آخوند دوپولی همچی قپی میاد که هر کی ندونه فکر میکنه آسمون وا شده و این شیخ گوش تلخ ازش افتاده بود وسط نیویورک. ملاقات کدومه ناقلا؟ تو واسه یه چشمک طرف قش و زفت میکردی، فیلمش هم هست. Thank you, sir. Mr. Foreign Minister, Mr. President, you have... متشکرم آقای رئیس جمهور. شما باید آخرین کلام رو بگین. گزارش رو شنیدید. آیا این اون پنجره فرصتی هستش که شما دنبالش بودین؟ این اولین جلسه که تو این سالاس بوده. شما بفرمایید. آدم اول می‌خواستید اینا برداشتن دیگه. خوبه ببند اون نیشه تو مسواک گرون میشه. راستی یادت رفت داستان تلفن رو بگی. حالا شما ما رو وارد تلفن بکنید. حالا شما ما رو وارد تلفن بکنید. آره پس چی؟ وارد تلفنت میکنم. مگه خودت نمیگی قدم بزرگی برداشتی؟ خب پس دیگه چه ترسی از وارد شدن به تلفن داری؟ نکنه یاد درد لنگ کفشای سیدعلی میافتی؟ راستی بعد از لنگ کفش خوردن از نوچه های عظما واکنش تو چی بود؟ من به همون صورتی که با دوستداران خودم اون روز دست تکان دادم و لبخند زدم، به اونام همون جور دست تکان دادم و لبخند زدم بدون تفاوت. در لبخند و دست تکان دادن عدالت من مراعات کردم. معنی اعتدال شیخ حسنی رو هم فهمیدی؟ اعتدال تو هر و کرکر با مماشاتی‌ها و همباندیای خودش و باند سیدعلی اینجوری رعایت میکنه، اما به ملت ایران که میرسه عدالتش میشه بگیر و ببند و سرکوب همه اخشار، اونم با این لبخند. خب یک کم از دستاوردهای نیویورک بگو ببینیم. من فکر میکنم این سخن اعتدال که در ایران مورد استقبال قرار گرفت، من کاملا احساس کردم که در سازمان ملل کشورها این اعتدال رو مورد استقبال قرار دادن و اون بحث ویو که من در سخنرانی مطرح کردم که جهانی که باید مبارزه کنه با افراطیگری و با خشونت مورد استقبال بود. چی؟ ویو 2 روز رفتی نیویورک، خوب انگلیسی یاد گرفتی یا؟ اما راستش نمیدونم چی تو این آب نیویورکه که هر کدوم از مهره‌های نظام میرن اونجا تو خالیبندی یه سوری میزنن. هنتری رفت اومد گفت اونجا دور سرم حاله نور بود. این اومده میگه همه خودشونو واسه ویو من و اعتدالم هلاک کردن. خب حالا توافقات بعدی چی میشه؟ توافق ما میتونه بسیار تاثیرگذار برای قدم‌های مهم باشه. البته میدونید که قدم اول یه مقداری سخت برداشته میشه، اما اگر ما بتونیم این قدم رو در این اجلاس یا این اجلاس و اجلاس بعدی برداریم، قدم‌های بعدی آسان خواهد. آها
بعد از این همه رقص پا حالا رسیدی به قدم اول که خیلی هم سخته. حالا این قدم اول چی هست؟ علاظاهر توافق نیویورک این بوده که ایران طرحش رو میز بگذاره در ژنو و این مهمه. ایران یک طرح دقیقی رو برای این مرحله آماده کرده، انشاءالله رو میز خواهد گذاشت. با طرف خارجی 5+1 وارد گفتگو میشه، وارد مذاکره میشه. منظورت اینه که حالا تو زمین عظماست ها؟ باشه، ببینیم در ادامه با طرح کوسه نشانت چجوری اقتدار ولایت رو گنمال میکنی. ببین شب درازه، من موشکافم اینجا منتظرم، یه طرح دقیقم برات دارم، تو قدم اولو بردار منم میام برات. موشکافا